بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خدای جهاندار جان آفرین، حکیم سخن اندر زبان آفرین. اما بعد، سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. السلام علیکم برادران اهل اسلام و آنانی که خداوند صدای ما را میشنوید و مهمانانی از جان و دل نزدیک و پرقیمت‌تر، الحمدلله که امروز ما با شما عزیزان انشاءالله هم صحبت میشه. ما یک شهرونداری همین دیاری انشاءالله خدا خواهد، یعنی شیار زمین هستیم در اینجا. الحمدلله به اذن الله سبحانه و تعالی خداوند مناسب دیده است در همین دور خیاطی ما خداوند یکی از خانه خدا را خداوند آباد کردن. الحمدلله ما سزاوار شدیم، شکر به خدا سبحان الله، الحمدلله، الله اکبر که انشاءالله این وظیفه را خداوند برای ما خداوند مناسب دید. این بسیار خداوند وظیفه بزرگ است، چون که خداوند آبادی این دنیا و او دنیا است. پیامبر نازنین محمد صلی الله علیه و سلم میگه من بنا الله فی دنیا مسجدا بنا الله فی الجنه قصرا. کسی که در دنیا مسجد میسازه پس الله سبحانه و تعالی ان شاء الله در جنت قصرهای پادشاهیش، که یک قیشش از طلا، یک قیشش از نقره، الحمدلله الله خدا خواست سزاوار میگرداند. امید داریم، چون که پیغمبر نازنین محمد صلی الله علیه و سلم سوال کردن صحابه که یا رسول الله یک آدم مسجد بنا میکنه وای یا خودش همون جنت میگیره؟ گفتن نه، شما گفتن کسی که میتواند مالی و جانی و دیگر اگر یاردم کند، همون چیزی قصدم برای هر یک یاردم کننده، برای هر یک انشاءالله خدا خواهد سخاوت میکننده، چی مالی و چی جانی زبانی، الله سبحانه و تعالی انشاءالله سزاوار میگرداند. شما شاهد هستی خدا خواهد من ما مسجد بنا کردیم، من فسادی بیرونه، حالی اطرافای مسجد سویتا شنوندن در کار و ها کذا دیگر کارهای بسیار است. البته در سخاوتمندا امید میکنیم خدا خواهد انشاءالله، فقط امید انشاءالله خدا خواهد، با یگان وی فکری نداریم خدا خواهد، امید میکنیم که قدر امکان انشاءالله خدا خواهد 1 سومن پلاس 10 سومن پلاس خدا خواهد انشاءالله بتونین انشاءالله خدا خواهد ما شما را دستگیری کنه. الله انشاءالله خدا خواهد شما را دستگیری میکنه. شاعر میگه یعنی به یک قول به یک احسان 700 خدا بخشد از فضل دهد. ببینید 1 سوم ده خدا میگه 700 میتیه. چرا در این حق نبخشی خیر احسان، که فردا بینی تو جودی سبحان، تو میمیری احسانت نمیرد، زی تنگی های محشر دست بگیرد. بلادر ما میمیریم هر روز، این روز از سحر است، لیکن همین احسان هایی که میکنیم نمیبرد، ابدی خدا خواهد انشاءالله میموند. کسی میآید در اینجا رکعت نماز میخونه، تحیت المسجد میگن. همین تحیت المسجد حقی خدمت کننده، یاردم کننده، بنا کنندگان همین مسجد است عزیزان من خدا خواهد. اینا اجرش ما نمیتیم، فقط بولونگی میتیم، چون که اجرش انشاءالله مکافات میتیم. چرا میگم ما خدا را قرضدار نکنیم؟ چرا نبخشید قرضدار نکنیم؟ الله قرضدار همین چیزا اصلا خود ما میدادیم. الله یک نه 10 900 کرده، مثل میگه که یک دانه که میشنونی گندم، از یک دانه خدا خود 10 خوشه میبراید، از 10 خوشه 100 انشاءالله دانه میشد. این الله میتید. البته انشاءالله عزیزانی من شما شاهد هستید خدا خواهد انشاءالله که ما این مسجد ما روز از روز خدا خواهد میکنیم تیزتر، این مسجد انشاءالله با آخر رسونه و اون برای دیگه سخاوت که از هر گوشه کنار دنیا ما را دستگیری دارن. اولا الله از وی راضیشتگی باشه. الله سبحانه و تعالی دین دولت های بشمار شوتیاد انشاءالله و در قطار اینو ما را الله سبحانه و تعالی سخاوتمند و آباد کننده این دنیا و دنیای آخرت انشاءالله الله سبحانه و تعالی انشاءالله سزاوار بگرداند. همیشه عزیزانی من صحت باشید، سلامت باشین. همیشه ما هم در دعا هستیم خداوند همین اهل سخاوتمندان عمراشون، رزقاشون، کسب و کاراشون انشاءالله خداوند الله خودت برکات عطا نمای، سعادت این دنیا و اون دنیا را خدا خواهد رسانی. پدر و مادرشون خدا خواهد حیات باشن انشاءالله، عمرای دراز حجای اکبر نه خدا مناسب بینین، مبادا گذشتگی باشن، طریق رحمت شایسته جنت، قبرهاشون پر آخرتشون آباد. آنانی که ما را دستگیری میکنن الله و یا را دستگیری کنند. اللهم صل علی محمد و علی آل محمد. آماده شدن را فراموش نکنید.